خر اسکول. من با معذرت میخوام یه لحظه حساسو. اوکی. سلام عزیزم. امروز غذا پختم آوردم دست پختم و بخورم. عزیزم خر اسکول. من با معذرت میخوام یه لحظه حساسو. اوکی. سلامتی کم نه محمود اینو میکنم تو تا محمود از دست اونا جون سالم به در ببری از دست این جون سالم به در نمیبری فهمیدی؟ وای آدم رد شد دیگه من دکمه‌شو نمیزنم تو برو آناناس خانم ریدی رو اونجا نیما جان شما برید از بدلم گوه شدی چقدر خوب رید بزنش یه خوشگله کجا زد تو بیا چرا نمیبینی؟ بده من تو باید صحبت کن بخوره چشمامو ببرا میدم آسمون بارون میخونم که دیگه فرنگیز عشق را نکرد به کی بگم که چشمام تو قصه زندونم کرد. اینجاست بابا من میدونم چیه کجاش خونش جمله رو دیدید من میدونم چیه کجاش خونش وایسا ببینم ما اگه قاطیش یه قدم میری جلو اینجوری خب بعد میاد اینجا یعنی نخه ببین یه شونه هم میزنی نکن بعد کله بعدش باید تکون بخوره میبینی در ادامه من بیشتر براتون آموزشای بیشتری براتون میذارم برای رقص یا خب خوبه دیگه زدمت بلند شو بهتون نشون بدم چی خریدم برید کنار نفتی نشید بله دوستان همونجوری که مشاهده میکنید کولر خریدم من کولر خریدم و اصلا مورد استفادهم یعنی یه بارم بچه های کسی میخواد میفروشم بگین من براتون بفرستم اگه کسی لازم داره فکر کنم بزرگترین بی مصرف ترین چیزی که من گرفتم و بین بچه ها تا الان این بوده الان یه سال دارمش ازم نپرسید چرا اینو خریدی لوله پولیکاس سلام چطوری خوبی اینو کرد دورت بگرم در جریانی کلن نه آره میگم مثلا یادت میاد همچی چیزی آفریدی همین یعنی خدای نه صدات نزدم یعنی خواستم فقط یه ناله‌ای کردم که به دادم ایول افرادی که بهتون میگن فلان کار رو نمیتونی بکنید هم اون کار رو بکنید هم اون شخص رو نیما تکیدو میاد بالا سر بچه اینجوری میکنن ما الان از دید بچه میخوایم ببینیم که بچه چی رو میبینه قربونه دارم من اکل بگوری جون ساعت 4 صبح گواش قرمز ریخته رو فرش مامانت مامان خودت نه مامان رو فرش مامان اوکی اصل به دادم ریدم به فرش مامانم مثلا منافع من کرده بودم اینجا بزنم اینجا آجی گواش با چی پاک میشه ریدم حاجی شناختی که من از مامانای ایرانی دارم رنگ بعدی که رو اون فرش قراره بریزه خون خودته
حاجی ریدی؟ ای کاش میریدی جمع میشد. گواش رنگ جمع نمیشه. با استون هم بزنید رنگ گلای فرش اوه حاجی چه دهنی ازت سرویسه. نمیدونم چرا من استرس گرفتم. ببین مادر شوخی نداره. مادر میزنه مادر تو به عزاد میشونه. یا حضرت خیلی مشتاقم بدونم زنده ای که تونستی این ویدیو رو آپلود کنی یا از بقایای نسلت اومدن این ویدیو رو آپلود کردن. چوری میکنم یاد کارهای بعدش افتاد. بچه‌ها یه این الان بهتون میگم چی. Hello madam. How are you? Can you speak Portuguese? آقا ما رسیدیم. خوراکی ها اینجا چین نخوردی که عجب خریه. منم میخوا نکن. منم بستا تو خودت داری. تو هم مال من میخوری. من 2 دقیقه بهت دفتر و مداد دادم تا مامانت هموم نقاشی کنی. اوکی. حالا من 2 دقیقه به دفتر رو مداد دادم تا مامانت هموم نقاشی کنی. الان من اینا رو چیکار؟ بگیر نگاه بیرون. الان من اینا رو چیکار کنم؟ یا ابوالفضل ببین استرس داره ازت میچکه. من الان حالم یه جوریه. من الان همچنان امیدوارم که مامانش از حموم نیومده باشه بیرون. امیدوارم. چه بدبختیه به قرآن من. حاجی خیلی استرس داره. چرا؟ تونستم. ممنونم. با هم نشینی درست بکنیم. مواد و متریال مورد نیاز رو گرفتیم و در خدمتتون هستیم با رقابت بین حاجی اینجا مسابقه آشپزیه. خودت شروع کردی. نعل خر نداره. خودت شروع کردی. الان احمق. خودت شروع کردی. ببین کاری بکنیم. چیز کنی. ببین واسه لباس آشپزی تمام بکن. ببین واسه ببین اینا که اینتروهای چیزا اینجوری میپرن. ما لباس یهو تنشون میشه. باشه بریم. 1 2 3. ببین الان مثلا میریم لباسمون رو عوض میکنیم. بعد ادیتور خودش حرفه‌ای انجام میده این کارو. اون اوکی میکنه. خب بریم. جون منی بالا بری پایین بیای تو مال منی. رفته دیگه تو. قبلا بیرون بود یکم درد داشت. الان این عرس رفته تو. چه بره بیرون چه بره تو درد داره. زخمی میکنه. میفهمی؟ آقا یه چیزی نخورید که خوشتون نیست. ریاکشنتون چیه؟ اصلا بحث تو تلمبه میزنی. این اناقام نگاه کنین. نیم ساعته دارم صداش میزنم. این چرا سرشو نمیتونم رو دور بزنم. وای خدا این خیلی خوبه. یادش افتادم. بیا این خونه رو که ساخته وای عالی بود. من نمیتونم برقصم مگه کری؟ بزنم بگم مطمئنم نیوا دلکی دستش. نه بلدم. اگه بگم نه زارت بابا. من نوبت منه. نیما بگو. خانم کاری نداری. یه شونه رو بده این وری و یه شونه رو بده اون وری. این وسط بدم نمیده. چرا؟ من با اکسنت میخونم. این اینجوری عین خودش. جدی میگی؟ بذارم بچه‌ها میشنن. بعد میگه بنده تو شکر فنری. خرابش نکن. بنده تو سب کن بریم شکم فنری. آره داری اینجوری میرقصی. خون کاری نداره داری میلرزی. حال کردی تا تهش هم بخوای میخونم برات. چقدر ازت بدم میاد. اومدم برم از اتاق بیرون. نیوا تو پذیرایی خوابیده بود بالش به دست. اینجوری اومدیم تو چش هم نگاه که دقیقا همین جوری. من گوشی اینجوری دستم بود. یعنی گوشی رو بالا تخت برداشتم اومدم اینجوری با نیوا چش تو چش شدم. گفتم حاجی زدن. نیوا اینجوری کرد. چیو زدن؟ گفتم هیچ. برو بخواب چیزی نیست. نمیفهمم حقیقتا. نه نفهمیدم.